با MTR ها ترید میکنی و ضرر میکنی، پس تا آخر این ویدیو همراه هم باش، چون میخوام یه تاییدیه خیلی خفن بهت آموزش بدم. سلام و درود فراوان، محمد ریسی هستم با یک آموزش خفن دیگر از مارکت زیبای فارکس. ببینید شما قراره بیاید مثلا با MTR ها ترید بکنید و خب به نسبت استاپ میخورید، تاییدیه لازمی ندارید و همین باعث میشه که برآیند کار بیاد پایین. اما میخوام یه تاییدیه خیلی خفن بهتون یاد بدم با یه سری نکات مهم که قطعا توی برآیند تاثیر مثبتی خواهد گذاشت. ببینید اول از همه افتخار بدید کانال بنده رو سابسکرایب کنید. بنده براتون همیشه محتوای با ارزشی میذارم که قطعا به کارتون خواهد آمد. خب بریم سراغ اصل مطلب. نگاه کن، ما با اندیکاتور مکدی کار داریم، خب که اینجا براتون میارمش. این اندیکاتور مکدی اینجاست. خب این اندیکاتور رو به چارت خود اضافه میکنیم و بچه‌ها نکته مهم این که کلا چیزی که میخوام بهتون آموزش بدم توی مارکت فارکس جواب میده. خب شاید توی کریپتو جواب بده. من توی کریپتو از این بک تست نگرفتم. خب اگر هم جواب بده بنده بک تست نگرفتم، برو خودت بک تست بگیر. اما اگر فارکس کار میکنی بله توی فارکس جواب میده. ببینید زمانی که مکدی رو اضافه کردی تنظیماتش به این صورت هست. این تقریبا همون تنظیمات پیش‌فرض هست، فقط رنگاشو باید تغییر بده. مثلا این رنگش سبز به این صورت، این دوباره سبز، قرمز. این تیکا رو بردار، این تیکا نباید باشن، اصلا با این کار نداریم و اوکی رو میزنی و برات دقیقاً به همین حالت روی چارت اد میشه. خب حالا کلا MTR چیه؟ آقا اگر کسی نمیدونه MTR چیه، اول یک توضیح خیلی خیلی مختصر و کوتاه از MTR بدم و چون ممکنه آقا MTR ندونید چیه و براتون سوال پیش میاد. ببین این MTR، خب ما این خطروند داریم که قیمت میاد، مارکت میاد خطروند رو بریک میکنه، میشکنه. حالا ناحیه که بریک شده دقیقاً میشه اینجا، ناحیه که خطروند بریک شده براش محلول رسم میکنیم. زمانی که مارکت به این ناحیه یا به خود خطروند یا به ناحیه یا به خود خطروند بعد از بریک پول بک میزنه، میتونی وارد معامله فروش بشی با گرفتن تاییدی و به سمت پایین حرکت بکنی. خب این فلسفه خیلی خلاصه و ساده MTR و معمولا در انتهای روند تشکیل میشه. البته در جهت روند هم میشه MTR ها رو گرفت که بهترم هست. خب نگاه کن اینجا رو. حالا تاییدیه ما چیه؟ ما قراره با واگرای مکدی بیایم تاییدیه بگیریم. چجوری؟ اینجوری. ما اینجا خط روند داشتیم، خب که این خط روند اینجا بریک میشه، مارکت برمیگرده به ناحیه امتیارش پول بک میزنه. خب حالا میای روی مکدی تاییدیه میگیری. خیلی ساده، مکدی اومده سقف بالاتر زده. نگاه کن این سقف رو مشخص میکنم با این سقف، این قله با این قله. نگاه کن قیمت اومده، مارکت اومده سقف پایین تر زده، خب اما مکدی سقف قله بالاتر زده، پس ما واگرایی داریم و به این حالت بهش میگیم واگرای مکدی. حالا چون واگرایی هم داریم و تاییدیه گرفتیم، دقیقا روی محدوده MTR وارد معامله فروش میشه، استاپ لاس پشت قرار میگیره و ریسک ریوارد 1 به 2 1 به 3 رو میتونی از مارکت بگیری. حالا این از این، پس چیز چندان پیچیده و سختی نبود. نکات هم بهتون میگم. ببینید نمادهایی که میشه خیلی از این استفاده کرد، اول اونس طلا هست که این اونس طلا بچه‌ها بهترین نماد برای ترید با این استراتژیه. این روش خیلی جواب میده. بهترین تایم فریم هم تایم فریم 5 دقیقه. 15 دقیقه هم اوکی، اما 5 دقیقه بهتره. حالا 5 یا 15 میتونید کار کنید، شیفت کنید بین هم دیگه، اوکیه. اونس طلا هست، نزدک هست، ارزم به حضورتون یورو یو اس دی هست. میخواید اینا رو یادداشت بکنید که یادتون نره. روی این چند تا نماد بیشترین بازدهی رو داره و تایم فریم 5 دقیقه 15 دقیقه بهتون گفتم. حالا میای چیکار میکنی؟ میای اول زمانی که خوب یاد گرفتی میری بک تست میگیری، حداقل 6 ماه 1 سال مارکت گذشته مارکت رو بک تست میگیری و تا حسابی روش مسلط بشی. این بک تست گیری برای این نیست که این سود هست یا نه، این برای این هست که مسلط بشی روش. این صرفا برای مسلط شدنه. این منظورم چیه؟ و برای مثال بعد باز اینو پاک کنیم بریم جلوتر.
ما اینجا خط روند صعودی داشتیم، خط روند شکسته شده، اومده یک بار بهش پول بک زده اینجا. خب اما واگرای مکتی نداشتیم، صرفا یک شادوی زده برگشته. اگه اینجا سل میگرفتی حساب میخوردی. اما اومده اینجا مکتی اومده به زیبای تمام قله های پایین تر زده. ببین قله هایی که بینشون کف دره باشه، قله هایی که بینشون دره باشه، قله پایین تر زده، قیمت قله یا سقف بالاتر زده، واگرایی داریم. کندل پینبار هم داده که این یکی از اون نکته های مهم هست که اگر پینبار هم دیدی، یعنی هم امتیار باشه، هم واگرای مکتی باشه و هم پینبار باشه، اینجا دیگه میشه گفت این فول تاییدی است، یعنی وین ریتش به شدت میاد بالاتر. حالا شما فرض کن صرفا یک امتیار خشک و خالی باشه یا اینکه نه با واگرای ترکیب شده باشه، پینبار هم داده باشه، چقدر وین ریت میاد بالاتر، چقدر این ترکیب کردن خفنه. حالا اگر صبر کنی پینبار تشکیل بده، بعد از پینبار وارد بشی، استاپ لاس هم پشت پینبار قرار بگیره، گفتم وین ریت کارت خیلی 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 میاد بالاتر. و برای بحث ریسک ریوارد، ریسک ریوارد حداقل 1:2 1:3 تمام شد. حالا میتونی روی ریسک ریوارد 1:2 1:3 مثلا 80-90% حجم رو با سود خارج کنی، مابقیش رو نگه داری، ریسک فری کنی و ریواردهای بیشتر. اما خب در کل بخوام بگم حداقل تیپی 2 و 3 اوکی میتونید بگیرید. ریسک ریوارد 1:2 1:3 این از اینکه اینجا اومده حتی تیپ 5 رو هم داده و اینجا هم که مارکت ریخت، اینجا که تیپی خیلی بیشتر داد دیگه، اینجا فکر کنم تیپی 10 هم داد. و بریم باز هم براتون مثال بزنم. حالا خودم همینجا ببینید، اینجا خود اینجا پینبار داده بوده. خب مثلا اینجا اگر زوم بکنم یه پینبار اینجا داشتیم، یه پینبار، این پینبار قشنگی نبوده، پینبار بعد حداقل شداش مقدار بلند باشه. این پینبار قشنگی بوده که اگه صبر می‌کردی پینبار بده، بعد از پینبار وارد بشی، این میشه نقطه ورود، این میشه استاپ لاس، که این نقطه ورود دوباره خیلی زیبا و جذاب بوده. اینجا اگر دوباره مثالی باشه، خب اینجا این مثال هست، این برای معامله لانگه. ببین قیمت اومده خط روند رو بریک کرده، بهش پول بک زده. حالا مارکت کف‌های بالاتر زده، اما مکدی کف‌های پایین‌تر زده. پس ما واگرایی داریم. حالا پول بک هم زده، کندل پینبار هم داده، بعد از پینبار وارد بخوام سعی می‌کنم مثال‌هایی بگم که توشون همه ویژگی‌ها باشه، هم واگرایی باشه، هم پینبار باشه. و بعد از پینبار وارد میشیم. اصلا نکته خیلی مهم بهتون میگم تا یادم نرفته، پینبار اگر میخواید وارد معامله سل بشید، پینبار باید نزولی باشه. یادت نره اینا. برای معامله سل پینبار باید نزولی باشه. برای معامله بای لانگ پینبار باید صعودی باشه. رنگش فرق نمیکنه. فقط مهمه که این شادوش به کدوم سمت باشه. این نکته خیلی مهمه بود. و اینجا بعد از پینبار وارد میشدیم، اینجا میشد تیپی 3، تیپی 2 رفته حتی به تیپی 5 رو هم داده، یک ضرب. تیپی خیلی بیشتر داده. ریسک ریوارد کنم 1:10 هم داده، اینجا 1:9 هم داده. حالا بیشتر هم رفته که دیگه مهم نیست. گفتم که با همون 2 و 3 رو بگیری برامون کفایت میکنه. خب میایم دوباره ببین، سعی کن صبور باشی. خب هر چی که دیدی نیای خیلی، حالا به زبان ساده بخوام بگم زرتی مثلا بگیریش. خب معذرت میخوام، اما سعی کن مثل شکارچی باشی، صبورانه. خیلی فرض کن مثلا یک اسلحه داری با مثلا چند تا فشنگ داخلش، حالا فشنگ‌ها محدوده، کمن، نباید اینا رو هر جای مصرف بکنیم. منظورم چیه؟ حالا اینجا رو مکتی اومده قله های، حتی بخوام اینو از این هم بگیرم باز هم اوکیه. مکتی اومده قله های بالاتر زده، اما قیمت قله یا سقف پایین تر زده. خب اینو پاک کنیم. قیمت قله یا سقف پایین تر زده. اگر براتون تشخیص سخت بود که قله رو یا سقف با کف رو از شادو بکشی یا از بدنه، باید از بدنه بکشی. میتونی اینم پاک کنی، میتونی اینجوری بکشی. هیچ مهم نیست که حالا
حتما از نوک باشه شده باشه، نه این غلطه، اینجوری غلطه بکشی. خب بعد اینو به بدنه بکشی. اگر برات مشکل بود اینو میزنی روی گزینه، منظورم این گزینه هست، روی این گزینه کلیک میکنی و برات مشخص میشه که اینو به این بس بکنی اینجوری. حالا ببین چه قشنگ‌تر شد. مکدی سقف بالاتر، قله بالاتر، قیمت قله یا سقف پایین‌تر زده. خب واضح گفتم که متوجه بشه، کسی یه سوال نپرسه واگرای چی هست و اینا. خب حالا نکته جالب اینجاست، پینبار هم داده. من این پینباره برام خیلی جذابه، پینبالی که همراه با امتیار و واگرای باشه گرفتن داره قشنگ. این نکات هیچ جا بهتون نمیگن. ببین ریسیوال 1:5 چقدر جذاب، از همونجا یه ضرب میریزه مارکت، یه ضرب. و زمان ویدیومون طولانی نشه، خیلی مخلصم. این بود کلیات کارمون. مثلا دوباره اینجا یک مثالی بوده، ببین خطر بریک شده، بهش پول بک زده، واگرایم داشتیم اینجا، قیمت از همونجا میاد یک ضرب میریزه، اما فکر کنم پینبار نداره. نه کندل دوجی داده، کندل دوجی بود اما پینبار نداده بوده و از همون یه ضرب میریزه و به زیبایی تمام حداقل TP 2 و 3 رو داده بوده. خیلی مخلصم. این بود کلیات کارمون و تایم فریمو گفتم، بین ریت هم تقریبا بین 60 55 همین هول و هوشه. اگر ریسک ریوارد بیشتر بخواید بگیرید وین ریت میاد پایینتر، اگر همون 1:2 بخواید بگیرید وین ریت میاد بالاتر، اما در کل سود هست. حالا برو بک تست بگیر، تمرین بکن، روش مسلط شو، بعد بیا توی مارکت بتره کن و برای عکس های صورتو بفرست توی تلگرام، حتما بررسی میکنم و لذت خواهم برد. خیلی مخلصم، مواظب خودتون باشید. هر سوال که داشتید توی کامنت ها بپرسید یا توی تلگرام بپرسید، شخصا پاسخگو هستم و همین دیگه. خدا نگهدار.